سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد هستم از تاجیکستان. درباره خواندن روش نماز پنجگانه، ما در مقصد تاجیکستان وقتی نماز خواندن بخواهیم که رفع ادین کنیم در نمازمون و پامون به پای برادرامون بچسبونیم فقط در کتف به کتف و مقصد پاچه‌مون طبق سنت اگر پاچه‌های بروکمون کلته باشد اگر ما را سلفی گفتد بدبینی میکنند و پایهایشون رو و کتفهایشون رو از تن ما دور میکنند که تا که ما در صف جیج نباشیم و ما رو مقصد در نمونده سلفی و خیلی گفتم مذاق میکنند. مقصد ایبر ما دور میشن و بعد ما مقصد میگیم که بعد نماز فرض بود کردن باید که آدم خودش تسبیح بگردونه و دعا کنه و بخیزه سنت شبت بخونه یا که در خونش بخونه. او مقصد کاری او همه که انا شما سنتتون نمیخونین، انا شما چی باید دعا نمیکنین، مقصد شما یکم گروهی شبستین شما فید نمیخواهین در بین ما. اما خیلی گپوی مقصد بسیار دقیق است بچه هم میگن ما را مقصد در همه جا سلفی نمو کرده مقصد بدنو میکنند. ما اما میخواهیم که ما طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز بگذاریم و به حضور دل نمازهای خودمون را ادا کنیم. ما با همه برادرای اهل سنت برادر هستیم. ما نه سلفی، ما سلفی چیه نمیدونیم، ما را همچنان سلفی نمو کردن و ما را مقصد ای معرکه گویا که دور کردن دیگه گپی ما را حتی گوش هم نمیکنن که حتی گپ نزکی و عقیدت و ایران میکنه ترا میکنه سلفی. هرچی که ما میگیم که برادر تو پوچت کلته کن از بجیلک پود و در صف نماز باید با یکدیگر زیج باشیم. ما ریش باید داشته باشیم و باید که دوی سه دعا بعد نماز هم نکنیم و مقصد سر قبرستان اگر رفتیم مقصد برای عبرت گرفتن بریم در قبرستان های شیشته آیت نخونیم. همین گپا را به برادرای مقصد تاجیکان هم میگیم. ما را سلفی گفته مقصد هم خیلی مینوی دید میکنن. اگر ما هم یکم گروهی نیستیم، ما یکم جو سرجم هم نشدیم نسبتی یا یکم تیوری بینیم و یکم بدبینی بینیم و یکم مقصدی غرضی هم نداریم. حتی اگر قبول نکنن لااقل ما را همچنین مقصد شما از شبکه همین نمودای مقصد طبق 4 مذهب نماز خوندن و مقصد سنت های صحیح بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کنیم که ما بین یکدیگر اختلاف نشه و ما را بدبینی نکنن. ما مقصد برادر یکدیگر هستیم، همه در یک صفیم. ما الله یکه و یگانه را پرستش میکنیم و هر چی که بخواهیم الله میخواهیم. سلام علیکم برادر گرامی محمد انصاری. میخواهم که شما نماز رو خودتون بخونید، هم تنهایی هم جماعت شده مقصد برای یاد دادن برای مردم تاجیکستان پیش درو شده خودتون نماز جماعت بخونید که مردم ببینن که مقصد همین مقصد به شما اعتقاد دارن، شما را گوش میکنن و اگر یک کس دیگه باشه میگه اون اوش سلفیه بوده مقصد بون شاید که امون فکر اندیشه خچونده بروند. شما خودتون پیش بدروین و برادرای دیگه از قفوتون مقصد یک نماز جماعت مقصد بخونین برای سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در شبکه پیشنهاد کنین هر یک مقصد یک شبونه روز ده یک وقتی معین ده مقصد نه دیر نه بر وقت شبونه ده ساعتای مقصد تقریبا 9 مردم از کار میاین در گرد تلویزیون میشینن شیشته هم را تماشا کنن و بدبینی یکدیگر را کم کنن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری. ممنون عزیزم محمد.